من حاکم محبتов رئیس سازمان منطقوی جمعیتی وطن شهر مسکو. شما اینجا برآمد کردید، موضوع اساسی شما در کدام موضوع بود و چیزی؟ موضوع اساسی من همه وقت در یک مسئله است، مسئله مبارزه های ایدئولوژی، مناسبت های حفظی ارزش های دولت دنیوی، حقوق دموکراتی و آزاد. برای همین من گروه هایی که ساختار تاجیکستان را زیر خطر میگذارند و دنیویت این کشور را زیر سوال میگذارند، من همه وقت از دنبال اندیشه چنین گروه ها پیگیری میکنم و اندیشه خودم را چاپ میکنم. سازمان شما در مسکو با چه کار مشغول است؟ سازمان ما در مسکو با کارهای فرهنگی و حفظ حقوق بشری مهاجران مهنتی و خلاصه که کارهای زیادی میکنیم. چرا مثلا در اینجا از مشکلی مهاجران چیزی نگفتید در برآمد؟ من خیلی نگفتم. من گفتم که بعد آنکه نسبت روسیه تحریم سیاسی و اقتصادی از طرف کشورهای غرب بعد سال 2014 پیش بینی کرده شد، پیش از همه مهاجران مهنتی، خصوصا مهاجران مهنتی تاجیکستان، ضرر خیلی کلان دیدن. درآمد میانه مزد مهنتی مهاجران تاجیک 2 مراتب کم شد، چون که روسیه برای حفظ بازار مهنتی خود قانون‌های خیلی شدیدی قبول کرد که اینها باعث بسیار هم بد شدن شرایط زندگی مهاجران تاجیک گشت. برای همین از شرایط مشکلی‌های مهاجران مهنتی تاجیکستان در روسیه استفاده بردند. قوه‌های مذهبی رادیکالی آسان می توانند که مغز سر جوان اینا را شویند و با کارهای رادیکالی روان سازند. برای همین از طرف روسیه و ایدیش یا اینکه گویم ایگیل با کشور سوریه و عراق نفران زیادی خیلی که یک نفر امروز گفت تا 2000 نفر شهروندان تاجیکستان با اینجا رفتند. یک گروه دیگر تا این اندازه رادیکال شدند که در آینده آمادند که به مقابل حکومت قانونی جمهوری تاجیکستان برآمد کنند. در روسیه مهاجران بسیار مشکلات حقوقی دارند. شما با این جنبه اونها کمک میکنید از این جهت؟ من سالهای دراز در کمک مهاجران مهنتی بودم، ولی بعد آنکه در سال 2015 قانونهای خیلی سختی قبول شدند که اصلا حفظ مهاجرین مهنتی تاجیک در روسیه یا حفظ مهاجران مهنتی تمام دنیا خیلی مشکل شده است. اگر ببینیم اگر حکومت‌های روسیه خواهش داشته باشند و پلیس، شما در جایی که نباشید میتوانید که همچون مهاجر مهنتی متهم شوید و از طرف قانون گناهکار شوید، چون که در قانون روسیه پیش بینی شده است که اگر یک شخص در جای ثبت نام شده باشد و در دیگر جای باز دستگیر شود، حتما او گناهکار است و میتونم که برای همین گناهش او را از روسیه خارج کنم. شما برای سبک کردن همین قانون ها یا نوع کمک کردن مهاجران یگان تلاش ورزیدید و چرا نمیکنید این کار را؟ من اولین ها شده در سودی مسکو چندین تا 10 نفر مثلا در سودی شهری از سود آزاد کردم، یعنی که از روسیه بیرون بردن اینها رو بیکار کردم و در رسانه‌های خبری مقاله‌های زیادی برای حفظ حقوق گیریم که مهاجران مهنتی تاجیکستان به چاپ رساندم. از طرف دیگر ما باید که دانسته باشیم که بسیاری از گیریم که پروبلم ها و زندگی ولی تاجیک‌ها از آن است که قسم آنها زیاد تیار نیستند برای زندگی و کار در روسیه، تخصص ندارند، زبان روسی را نمیدانند، فرهنگ زیست و زندگی را در شهرها ندارند. یعنی مشکلی است که باید که ما حتما حل کنیم. لیکن یکی از گیریم که قرارهای اساسی که میتواند با کلی وضعیت حقوقی مهاجران مهنتی تاجیکستان را حل کند، این وارد شوی
به اتحاد همکاری اقتصادی دولت‌های آسیا و اروپا است. در این صورت حقوق مهاجران مهنتی خیلی وسیع می شود و فقط از سبب آنکه اینها پتن نمیگیرند اینا 1.5 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار می توانند که پولی خود را پسنداز کنند. این نقشه را حکومت دارد که با همین ما باوری دارم که چندین سالها است که این نقشه دیده بر آماده شده ایستاده است، ولی بعضی گروه‌های مخالفین تاجیک نمیخوان که تاجیکستان به این گروه وارد شود. با همین سازمان چون که نمیدونم برای چی. تشکر.